سرخط خبرهای مهم. مرگ 7 کارمند اداره آب در شهر پنجکند. آغاز باز پرونده های دیگر برای سرکشی از خدمت و اعلان اولین نتیجه های انتخابات در ترکیه. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی است. در آغاز هفته نو امروز 15 می 7 کارمند اداره آب در شهر پنجکند هنگام کار زهرآلود شده جان باختند. یک ساکن محلی که همراه آنها بوده است حالا در شعبه احیا بستری است. دلاور همدمов سخنگوی ریاست حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت حادثه شام 13 می و هنگام تعمیر روی داده است. به قول او 8 نفر در حال بیهوشی به بیمارستان برده شدند، اما 7 نفر نجات نیافتند. جسد کارمندان اداره آب را در پنجکند الکی به نزدیکانشان دادند. تحقیق حادثه شروع شده است. هنوز خلاصه متخصصان دسترس نیست. خبرگزاری های دولتی ترکیه گزارش دادند که در انتخابات پرزیدنتی این کشور رجب طیب اردوغان پیشتاز است. رهبر مخالفان کمال کلیچداروغلو برعکس میگوید او در صف پیش است. انتخابات تقدیرساز ترکیه روز 14 می برگزار شد. رجب طیب اردوغان 69 ساله است و 12 سال اخیر در منصب سروزیر و رئیس جمهور ترکیه را اداره میکرد. کمال کلیچداروغلو 74 ساله است و نماینده مخالفان. او و تیمش به مردم ترکیه آزادی بیشتر و بازگشت به نظام پارلمانی را وعده دادند. این معرکه مهمترین سیاسی برای ترکیه در 100 سال اخیر دانسته می شود. نمایندگان حکومت در شهر اسفاره در یک مسجد را در دهه نیمن جماعت سرخ بسته به امام و مردم شرط گذاشتند که جوانان تا 27 ساله را به کمیسریات حربی حاضر کنند. در این مسجد 5 وقته به نام عمر عادل روز 9 می بسته شده است. رافیجان راوفوف رئیس دهه نیمن روز 13 می به رادیو آزادی گفت در نماز جمعه گذشته روحانیان از مردم خواستند که فرزندان خود را به ارتش فرستند. به گفته او اکثر جوانان سن خدمت در روسیه هستند. مقامات بستن مسجد و فشار به والدین جوانان را در اسفاره شرح ندادند. بار اول نیست که در منطقه های تاجیکستان با طلب به ارتش فرستادن جوانان در این مسجدها را میبندند. رفتار به این مانند ماه پیش در منطقه رشت مشاهده شده بود. 15 می روز بین‌المللی اویله است. در تاجیکستان معمولا این روز را با تشکیل معرکه‌های رسمی یا آزمون اویله بهترین میگذرانند. مقامات اکثر وقت طرز اویله‌داری را در کشور تعریف میکنند، ولی سالهای اخیر بحث کلون خوشامد، تقسیم میراث و طلاق و زنده جدایی کودکان از پدر یا مادر بیشتر شده است. همکاران ما از چند نفر پرسیدند که امروز خانواده ها در تاجیکستان چی مشکل دارد. بیاید جواب را یک جا میبینیم. به نظر شما خانواده شما چه خیلی اولاد شما؟ خانواده خوشبخت گفته، اولاد خوشبخت گفته، چی را میفهمید شما؟ چی را میفهمید؟ اولاد شما خوشبخت است عموما؟ چرا نه؟ خوشبخت است، همش نه. همه روز 15 هم روزی عمومی جهانی اویله است سمیه میگن. به نظر شما اویله تاجیک چه خیلی باید باشد؟ اویله تاجیک هیچی نغز خوب و همین معامله نغز. اویله تاجیک نمونه باشد، فخر کنه باشد، باشون باید تربیت نکنه. که ممکن است از شکست از خانواده باشد، اویله سخت خفن. خوشبختی اویله چی است؟ خوشبختی اویله فرزند. حاضر اویله شما چه خیلی است؟ خوشبخت است؟ نه خانواده تو پدر مادر؟ پدر مادر ها خوشبخت است برایشان. اویله تاجیک یک با خود یک خاص ملی دارد. هر زنای تاجیک با لباس‌های عادت‌های خود، شرمگینی خود از دیگر ملت و دیگر ملت‌ها فرق می‌کند. اویله باید خوب باشد، مهر و محبت داشته باشد. بسیار اویله ها پراکنده فرزنداشو در روسیه هستند. اویله شما چه خیلی است؟ اویله من خوب است. همه طرفه؟ همه طرفه. به نظر شما اویله های تاجیک چه خیلی است از زندگیشونش؟ اکت شوفه نمیتونم. در روز اویله چی آرزو دارید شما؟
در روز اوله میخوام که هم اونو لگ باشه یا دیگه فهمی باشه دیگه همین یا دیگه فهمی باشه هم مشغول میره اگر یا دیگه فهمی نباشه حرکت نمیشه میبرن همش اوله می بهترین اوله بود حاضر چی؟ شهر متشتگی تخصیص به نظر شما اوله باید چقدر باشد؟ اوله باید یک دیگر فهمی باشه. بانک اسلامی رشد برای اقتصاد تاجیکستان 450 میلیون دلار جودو خواهد کرد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع سازش روز 12 می امسال در عربستان سعودی به دست آمد. آن روز پرزیدنت گروه بانک اسلامی رشد با وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان ملاقات کرده است. بانک اسلامی رشد تاکنون به تاجیکستان 640 میلیون دلار کمک کرده بود. با ارائه این قرض و یاری‌های نو جمع سرمایه‌گذاری این بانک به اقتصاد تاجیکستان از مرز 1 میلیارد دلار خواهد گذشت. جمع عمومی قرض‌های خارجی تاجیکستان حدود 3 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که بخش اساسی آن را چین داده است. دادستانی ناحیه مسچاه نسبت به 3 دعوت شونده برای سرکشی از خدمت حربی پرونده جنایی کشیده است. بنا به قانونگذاری به آنها 34,000 سومانی جریمه یا تا 2 سال زندان تهدید می‌کند. در این باره هفته‌نامه مشعل نشریه رسمی حکومت ناحیه مسچاه خبر داده است. هفته‌نامه نام آنها را ننوشته، تنها گفته است هر 3 ساکن این ناحیه بوده ماه مارس امسال پس از گذشتن از تشخیص طبی و گرفتن دعوتنامه برای خدمت حربی به یگان اساس به کمیسریت حربی حاضر نشدند. نظر جوانانی که برای سرکشی از خدمت حربی متهم میشوند معلوم نیست. پیشتر آنهایی که از خدمت حربی سرکشی میکردند دادگاه 1 یا 2 سال شرطاً از آزادی محروم میکرد یا جریمه میبست. سال گذشته برای سرکشی از خدمت حربی بیش از 100 جوان سنی دعوتی به جوابگری جنایتی کشیده شدند. موسم دعوتی بهاری به صف ارتش 1 اپریل آغاز گردیده تا 3 می دوام میکند. وزارت دفاع خبر داد که نقشه دعوت در تمام کشور تقریباً 80% اجرا شده است. و حالا نگاه به گذشته. در این روز در سالهای پیشین چه اتفاق افتاده است؟ همکار ما خیرمان بخازاده صحیفه های تاریخ را ورق می‌گرداند. با قرار حکومت SSSR 15 می سال 1945 در شهر تباشر استقلال امروزه ولایت سوخت کارخانه استحصال اوران تأسیس شد و برای محرک موشک‌های بالستیکی شوروی اشیاء خام تیار می‌کرد. محض از همین اوران نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. حالا در حوزه کان اوران سابق و اطرافیان 5 انبار پرتو و کان بازمانده اوران با حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو نهفته است. 15 می سال 1992 سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی تأسیس یافت که آن را نهاد نظامی تحت نظارت روسیه چون تلاش برای تأسیس سازمان نظامی همرنگ با ناتو می‌دانند. چند کشور سابق شوروی ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس عضو آن هستند. سال 2022 در اوج سرکوب اعتراضهای مردمی قزاقستان نیروهای سپاد را دعوت کرد و اولین مورد وارد کردن نیروها به قلمرو کشوری عضو چون تلاش سوء استفاده حکومت‌های خودکامه برای سرکوب نارضایت‌ها انتقاد شد. 15 می سال 1910 شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیمزاده تولد شده است. او 69 سال عمر دید و در این مدت ده‌ها مجموعه اشعار، چندین درام ایجاد کرد و هم با مجموعه سرگذشت‌های ساقی‌اش برای هنر ظرافت‌گویی‌هایش ستایش شد. نسل‌های امروزه ریسپوبلیکای من، شهر دلارای دوشنبه، در لب آب و دیگر شعرهای او را از آهنگ و ترانه‌های معروف خوب می‌شناسند. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: $100 آمریکایی برابر به 1091 سومانی، 100 یورو به 1188 سومانی و قرب روبل نسبت هفته گذشته پایین رفته 1000 روبل به 140 سومانی برابر شده است. این قرب رسمی است و از بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.